روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان به ارمنستان هشدار دادند که اگر یریون تلاش عضویت در اتحاد اروپا را قطع نکند، عضویتش در اتحاد اقتصادی اوراسیا را متوقف خواهند کرد. در اظهارات رهبران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا که آخر هفته گذشته در قزاقستان نشر شد، تاکید گردیده است که آمادگی‌های ارمنستان به عضویت در اتحاد اروپا امنیت اقتصادی اعضای دیگر اتحاد اوراسیا را با تهدید مواجه می‌کند. در این سند از ارمنستان تقاضا شده است که هر چه زودتر نظرخواهی عمومی دایر نموده انتخاب کند که با اتحاد اوراسیا است یا اتحاد اروپا. در عرفه نشست آستانه سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زخارова گفته بود کشورهای غربی ضد روسیه جنگ نیابتی یا خود گیبریدی اعلان کرده رسما ابراز داشتند که هدف آنها شکست استراتژی روسیه است. پس ارمنستان با کی سندهای استراتژی خود را امضا می‌کند؟ سندهایی را که چنین نقشه و هدف دارند، با آنهایی که می‌خواهند به اتحاد اوراسیایی ما زیان رسانند. به نشست آستانه سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان مهر گریگوریان معاون سروزیر را فرستاد. دیپلمات‌ها این اقدام را همچون بایکات ارزیابی نمودند، ولی پاشینیان تاکید کرد که با وظیفه‌های داخلی و معرکه انتخابات پارلمانتی 7 ایون بند است. در همین حال نهادهای دولتی روسیه واردات محصولات کشاورزی ارمنستان و از جمله پمیدار، میوه و مشروبات را منع کردند. سابق دیپلمات قزاق ژرس اورمانتای بر این نظر است که مانع‌گذاری و فشارهای مسکو میتواند نتیجه برعکس دهد. او می‌افزاید فعلا کرمل بالای ارمنستان نفوذ بزرگ سیاسی و اقتصادی داشته امکان دارد که یریون را در مقام حاضرش نگه دارد. اما اگر کوشش‌های مسکو ناکام گردند، مقام و منزلت مسکو در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا هم برهم می‌زند. تلاش‌های فرار یریون از زیر نظر مسکو زمان صورت می‌گیرد که سروزیر پاشینیان از پشتیبانی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نیز برخوردار است. هفته گذشته بعد سفر کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو به ارمنستان، ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در انتخابات پارلمانتی ارمنستان از نامزدی پاشینیان دستگیری می‌کند.